تو هنوز نمیدونی بهترین گانای مولتی این سیزن کدومن، پس من میشم تا آخرین ویدیو با من همراه باشید، چون تو این ویدیو 15 تا از بهترین گانهای رنگ کاپ مولتی وسط گذاشتم به همراه اتچمنتشون که به صورت ایزی بتونی رنگ کاپ مولتی کنی و رنگ تو لجند کنی. پس ممنون میشم تا آخرین ویدیو با من همراه باشی. بریم که ببینیم. عشقای داشتم چطورید؟ به یه ویدیو دیگه تو چنل خودتون خوش اومدید. من کوانتوم هستم و تو این ویدیو قرار 15 تا از بهترین گانای رنگ کاپ مولتی به همراه اتچمنتشون بهتون بگم که بتونه به صورت ایزی رنگ کاپ مولتی کنی، رنگ تو لجند کنی. پس بریم که تک تک گانا رو بگم با همراه اتچمنت و یه گیم دیگه ریز ازش. خب من اول لیست زتان پیپینو زبایزان رو گذاشتم. گان رنج SMG این سیزن که لجندش هم تو 6 گردونه لجندری هستش و این گان واقعا گان خوبیه با این اتچمنت. از نزدیک 36 تا دمیج میده و راحت کیل بگیرید. از دورم رنجش هم با 30 تا دمیج با 27 تا دمیج راحت میتونه بزنه. بعضی موقع 30 تا دمیج، بعضی موقع 27 تا دمیج و فایر ریت بالایی داره. 65 تا تیر میخوره و راحت میتونه انیمیا رو یام کنید. در کنار پیپی 19 بایزونی که رنج میزنه، QQ9 هم این سیزن رنجش تقریبا خوبه. بایزون نمیرسه ولی گان خوبیه، چه مولتی چه بتل گان بسیار عالیه و تو همه نوت‌های مولتی میتونه بهش استفاده کنید. رنگ کاپتون با این اتچمنت حتما تست کنید. 30 تا دمیج میده، در حالت عادی 30 تا دمیج میده انمی و راحت میتونه انمی یام کنید. با این اتچمنت حتما تست کنید و بریم سراغ بهترین SMG این سیزن، یعنی سویچ بلید X9. این گان با فایر ریت بالا و اینکه این سیزن هم متیکش سیزن پیش متیکش برگشت و این سیزن هنوز هست. گان واقعا خوبیه، چه مولتی چه بتل راحت میتونید ازش استفاده کنید و رنگتون رو لجند کنید. واسه همه نوت‌های مولتی هم خوبه. بهتون پیشنهاد میکنم باید تستش کنید. CX9 گانی که من گفتم شاید بعضی سویچ بلید دوست نداشته باشن، واسه همین این گانو واسه شون گذاشتم. گانی با فایر ریت بسیار بالا، 110 تا اگه اشتباه نکنم. این گان بسیار گان خوبیه، من بهتون پیشنهاد میکنم، اما از حق نگذریم. سویچ بلید گان بهتریه. بریم سراغ گان بعدی که واقعا شاهکاره. این گان هم شاهکار بود، جزو SMG ریت بالایی است. CBR4 گانی که سیزن پیش نرف شده بود، یعنی اصلا گان جد با حالی نبود ولی باز خوب بود و این سیزن دوباره مافیا نشده ولی به حالت عادی خودش تقریبا برگشته و مثل رنگ مولتی ازش استفاده کنید همونطوری که دارید ملاحظه میکنید. این گان بسیار خوبه. با این اتچمنتی رو گذاشتم فکر کنم که واقعا بهترین اتچمنت این گانه. حتما تستش کنید. کوریک 6 گان بسیار خوبه این سیزن. شاید کوریک 6 هم شده بچه مولتی واقعا هست، خیلی خوبه. میتونید پیشنهاد میکنم با تامپر ازش استفاده کنید، بسیار عالیه. با 40 تا دمیج، 40 تا تیر و 30 دمیج که 45 تا به هد دمیج میده، چه رنج چه نزدیک راحت میزنه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما تستش کنید و در کنارش من اتچمنت گارو هم گذاشتم که تست کنید، حالش رو ببرید و دیگه گیم پلیش رو نذاشتم که خودتون میدونید دیگه. گان چومتیکش هم برگشته و هست بعد از اینکه تستش کنم. گان ولی AK47 گانش واقعا خیلی خوبه تو این سیزن واسه مولتی چه بتل. اول سیزن هم بهترین گان بتل بود و این گان در مولتی گانی و اتچمنت فوق‌العاده است. بهتون پیشنهاد میکنم حتما از این اتچمنت هم استفاده کنید. AK هم جزو گان‌های برتر این سیزن هستش. یه نکته دیگه گفتم 15 تا گان داریم قرار بگم ولی 15 تا نیست، 12 تاست. 3 تاشو نگفتم و قرار تو شورت ویدیو به عنوان سورپرایز بشه و ممنون میشم تو کامنت ها حدس بزنید چیه. ICR گان بسیار خوبی که تو این سیزن من خودم هم موندم چرا میتونم قشنگ میزنه. 33 تا دمیج میده به راحتی، 33 تا دمیج میده، 3 شات راحت میده
و رنج خوبی داره، فایر ریت بالایی داره. بهتون پیشنهاد میکنم حتما ازش استفاده کنید. و در کنارش من دیارش گذاشتم چون این سیزن لجندش اومده و لجند رایگانش اومده، یعنی که با 6 تا لجند میشه که بده و اینا دیگه داد به تو. خیلی خوب بود، خدا وکیلی هم داره، گان خوبیه. 117 AK 117 این گان بهترین گان مولتی این سیزن هستش که میتونید حتما تستش کنید. بهتون پیشنهاد میکنم حتما از این اتچمنت تستش کنید، بهترین اتچمنت مولتی 117 هستش. و اینکه یه آخرای ویدیو نزدیک میشیم که من یه دونه خداحافظی کنم و بریم تا کارش. واقعا این اتچمنت عالی رسیدیم. امیدوارم این ویدیو از شما موثر و کارآمد باشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما اتچمنت هایی که بهتون گفتم و بچینید و تست کنید و حالش رو ببرید. و اینکه ممنون میشم دکمه مشترک شدن هم سابسکرایب رو بزنید و لایک ویدیو رو هم بزنید. اگر از آخرات هم میبینید دکمه مشترک شدن لایک رو بزنید، زنگوله رو آل بذارید که از ویدیوهای ما جا نمونید. اگر میخواین از اخبار ثانیه‌ای کال اف دیوتی موبایل و اتچمنت های فرعی با خبر بشید، کانال روبیکا ما جوین بدید. کانال روبیکا تلگرام هم داریم، جوین بدید که از اخبار ثانیه به ثانیه کال اف دیوتی موبایل جا نمونید. البته اخبار دوباره تو یوتیوب و آپارات میذارم، ولی اولش روبیکا میذارم که سریعتر آگاه بشید. و اینکه ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعد بدرود.